و نزدیکان یکی از اساتذه اسکول‌ها و ادب در تاجیکستان استاد سید عبدالله نوری در اینجا برای آزادی برادرزاده این مرد شریف نصرت الله سعیدوف که به یگان جرم که ما میدونیم به یگان جرم امروز در تاجیکستان روانه زندان شده است. ما همه جمع آمدیم، ما هم از فرزندان و شاگردان استاد سید عبدالله نوری به حساب می رویم. به همین خاطر ما امروز از کشور پولند وقتی که این اعلان را شنیدیم با جمع از برادران و خواهران در اینجا آمدیم تا که صدای خود را، صدای ما همه برادران و دوستان را به گوش مقامات قدرتی تاجیکستان، به گوش حکومت تاجیکستان برسانیم و طلب کنیم که امروز این برادر، این دوست ما نصرت الله سعیدوف که همگان میدونند امثال دیگر نفران روانه زندان شده ایستادند، از همین خاندان این سیومین نفری است که امروز روانه زندان می شود به یگان جرم. همه سازمان های بین المللی حقوق بشر، همه دیگر سازمان ها و کشورها، اینها بعد از تحقیق پرونده های اینها به خلاصه آمدن که این افراد، این مردم، این مردانه که روانه زندان می شوند هیچ گناه ندارند. برادرها همه با یک آواز خواهش میکنم که فعال باشید. آزادی و زندانیان سیاسی، آزادی و زندانیان سیاسی، آزادی و زندانیان سیاسی، آزادی و نصرت الله سعیدوف، آزادی و نصرت الله سعیدوف، آزادی و نصرت الله سعیدوف.